بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. بابی را که امروز شروع می‌نماییم این هم درباره چگونه تعلیم گرفتن و فقیه شدن با کتاب الله عزوجل و سنت پیامبرش. و بعضی از روایت های آمده است که صحابگان و تابعین رضی الله عنهم اجمعین عمل کردن به قرآن کریم برای آنها آسانتر بود از آنی که حفظ قرآن کریم را بکنند. امام قرطبی رحمه الله روایت از حضرت عثمان و ابن مسعود و ابی رضی الله عنهم اجمعین می‌آورد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقرئهم العشر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحاب کرام تنها 10 آیت را می‌خواند و برای آنها تعلیم می‌داد. فلا يجاوزونها الى 10 اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، یعنی زیاده از 10 آیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آنها تعلیم می‌داد، زیاده از این 10 آیت دیگری را تعلیم نمی‌گرفتند. حتی یتعلموا ما فيها من العمل، تا اینکه این 10 آیت را خوب از خود حفظ نمایند و عمل کردن این آیت ها را نصیب شوند. فیعلمون القرآن والعمل جمیعا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حفظ قرآن را برای ما تعلیم میداد و هم عمل کردن آن چیزی که در قرآن آمده است را. یعنی خلاصی گپ این می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحاب کرام تنها 10 آیت را تعلیم میداد و اونها این 10 آیت را گرفته حفظ می نمودند و اون چیزی که در این 10 آیت از عمل آمده است عمل میکردند و از هر اون چیزی که نهی آمده است اجتناب میکردند. و روایت دیگری از ابی عبدالرحمن السلمی آمده است که میگوید كنا اذا تعلمنا 10 آیات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها، یعنی حضرت عبدالرحمن السلمی میفرماید که هنگامی که ما تعلیمی از قرآن کریم میگرفتیم تنها 10 آیاتی از قرآن کریم را تعلیم میگرفتیم. لم نتعلم العشر التي بعدها، یعنی 10 آیاتی که بعد این 10 آیاتی که ما تعلیم میگرفتیم را تعلیم نمیگرفتیم. حتی نعرف حلالها و حرامها، تا اینکه برای ما میسر گردد از این 10 آیاتی که ما گرفته ایم حلالش را بفهمیم، حرامش را بدانیم و امرها و نهیها، و اون چیزی که در این 10 آیت از اوامر آمده است و عمل نماییم و از اون چیزی که نهی وارد شده است دوری جوییم. و در موطأ امام مالک رحمه الله که یکی از کتابان مشهور است همانند صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که انه بلغه ان عبدالله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. امام مالک رحمه الله میفرماید که حضرت عبدالله ابن عمر 8 سال عمرشان را سپری نمودند تا اینکه سوره بقره را تعلیم بگیرند. با وجود اینکه صحابگان بودند اما عمل نمودن و فقیه گشتن آن چیزی که در آیات‌های کریمه آمده است تمام اینها را چقدر دقت و اهمیت زیاد میدادند، نه اینکه حفظ رویکیه که امروزه ما میکنیم داشته باشند، بلکه عمل کردن و فقیه شدن و حلال و حرامی آن چیزی که در آیت وارد شده است را دانستن. تمام این امور برای آنها اهمیت بالاتر داشت از حفظ نمودن قرآن کریم خالی از عمل. و روایت دیگری از ابن عمر رضی الله عنه آمده است که میگوید تعلم عمر البقره فی 12 سنه. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه تعلیم سوره بقره را در طول 12 سال گرفتند، یعنی تنها سوره بقره را برای اینکه تعلیم بگیرند 12 سال عمرشون را صرف نمودند. فلما ختمها، هنگامی که سوره بقره را تمام نمودند، نحر جزورا، یعنی حضرت عمر بن الخطاب برای اینکه ختم کردن تعلیم گرفتن سوره بقره را چند عددی از چارپا را قربانی کردند، برای مردم صدقه نمودند. ببینیم که حضرت عمر بن الخطاب خلیفه مسلمانان و از همه زاهد و از همه تقی برای فهم سوره بقره 12 سال عمرشان را سپری کردند، نه اینکه حفظی رویکی داشته باشند بلکه فهم و حلال و حرامی اون چیزی که در سوره بقره آمده است و فقیه گشتن در سوره بقره برای این 12 سال عمرشان را سپری کردند.
این چنین روایت دیگری از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که می‌فرماید این صعب علینا حفظ القرآن، یعنی حفظ نمودن قرآن کریم برای اصحاب کرام قند بود، آسان نبود. و سهل علینا العمل به، یعنی عمل کردن به قرآن کریم برای ما آسانتر بود از حفظ نمودن قرآن کریم. و این من بعدنا یسهل علیهم حفظ القرآن و یصعب علیهم العمل به. و اون کسانی که بعد از ما میآیند، یعنی امت همانند ما را در نظر دارد، یسهل علیهم حفظ القرآن، حفظ نمودن قرآن کریم برای آنها بسیار آسان میگردد. و یصعب علیهم العمل به، اما عمل کردن بر اون چیزی که در قرآن کریم وارد شده است چنان دشوارشان میغلطد که عمل را کم میکنند، اما حفظ قرآن را بسیار خوب میتوانند بکنند. این حالت امتی امروزه ما را در نظر دارد که همگی حفظ قرآن را بسیار خوب انجام میدیم، بسیار خوب حفظ مینماییم، اما عمل کردن با قرآن کریم در نزد ما بسیار کمی در کم است. و در روایت دیگری از ابن عمر رضی الله عنه آمده است که می‌فرماید كان الفاضل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم في صدر هذه الامه لا يحفظ من القرآن الا سورة او نحوها. حضرت ابن عمر رضی الله عنه می‌فرماید که بهترین صحابگانی که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند همون افرادی که در اولی از این امت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت نمودند و همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، لا يحفظ من القرآن الا سورة او نحوها، از قرآن کریم در نزدشون حفظ نداشتند مگر به قدر یک سوره یا چند سوره. چگونه که در حدیث بالا ذکر نمودیم، حضرت عمر رضی الله عنه برای حفظ نمودن سوره بقره 12 سال عمرشان را سپری نمودند. و رزق العمل بالقرآن، یعنی این افراد همون صحابگانی که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از بهترین صحابگان بودند و از اولی صدر اسلام با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت نمودند، اینها رزق العمل بالقرآن، یعنی که عمل کردن با قرآن نصیب شدگی بودند. و این آخر هذه الامه یقرؤون القرآن منهم الصبی والاعجمی ولا يرزقون العمل به. و برعکس عصر صحابگان، عصری که می آید یعنی عصر حاضره ما را در نظر دارد، کودک و اعجمی، کسانی که غیر عربی هستند، تمام اینها خواندن قرآن خداوند نصیبشان میگرداند، حتی حفظ نمودن قرآن خداوند نصیبشان میگرداند. ولا يرزقون العمل به، اما عمل کردن با قرآن کریم هر یک از اینها نصیب نمیگردد. یعنی قاریان بسیار میگردند، در آخر زمان قاریان قرآن بسیار میشود، اما همه اونها عمل کردن با قرآن کریم نصیب نمیگردند. و این واقعیت حال است که امروزه قاریان قرآن در جهان بسیار شدگی است، عددشان با حساب هم دیگر نمیشود حساب نمود. بسیاری ها هستند که حفظ قرآن کردند، اما همه اون قاریان عمل کردن با قرآن کریم خداوند نصیبشان نمیگرداند. دیدیم که چند قدر قاریان قرآن بودند که دست به چه رسواگی ها و گناهان کبیره زدند. یعنی مهم عمل کردن قرآن کریم است، همان گونه که حفظ نمودن قرآن کریم مهم هست، اما عمل کردن با قرآن کریم مهمتر از حفظ قرآن کریم است، چون که قرآن کریم برای عمل کردن نازل شده است، نه تنها برای حفظ نمودن. یعنی تمام این اثرها دلالت بر آن میکند که امروزه ما احتیاج به عمل کردن با قرآن کریم داریم، زیادتر از آنه که توجه همون به حفظ قرآن باشد. حفظ قرآن مهم است، اما عمل کردن با قرآن کریم اهمتر و واجبتر است. و حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرماید اعلموا ما شئتم ان تعلموا، هر چیزی را میخواهید که یاد بگیرید یاد گیرید. فلن یأجرکم الله بعلمه حتی تعملوا، الله عزوجل اجر و پاداش در تعلیم گرفته اتون نمیدهد مگر در همون زمانی که در خواندگی هایی که خوانده اید و تعلیم گرفته اید عمل نمایید. یعنی شخصی که حافظ قرآن کریم می شود
پس الله عزوجل در حفظ کرده اش اجر را در هنگام میدهد که این قاری قرآن به هر آن چیزی که در قرآن کریم آمده است عمل کردن رو نیز بکند، چون که الله عزوجل قرآن را برای عمل کردن فرستاده است. اما حفظ بدون عمل، همان گونه که معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرماید، اجر در آن نیست، چون که الله عزوجل اجر را در هنگام میدهد که انسان به تعلیم گرفته‌اش عمل نماید. و همین قول معاذ بن جبل رضی الله عنه را که نو شرح دادیم، همین حدیث روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت انس راوی این حدیث است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همانند قول معاذ بن جبل که میگوید تعلیم گیرید، هر آن چیزی را که میخواهید تعلیم گیرید، پس الله عزوجل اجر را هنگام میدهد که انسان به تعلیم گرفته‌اش عمل نماید. همین گونه قول را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند و این حدیث را حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت نموده است. و این چنین در این حدیث زیادتی آمده است که ان العلماء همتهم الدرايه و ان السفهاء همتهم الروايه، یعنی علما همتشان یعنی هدفشان درایت است، یعنی فهم و عمل نمودن هر آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم میگیرند، عمل نمودن به اینها همت علما هست. اما صفها و کسانی که توجهی به علم ندارند و سفیه هستند که نمیفهمند، هدفشون تنها این است که نقل نمایند، یعنی روایت را برسانند به یک کسی دیگر. عمل کردن و فقیه گشتن، تمام اینها هدف اونها نیست، بلکه تنها شنیده اشان را به دیگران برسانند. این حالتی سفیهان است، بلکه حالت عالم همون است که عمل نماید و بفهمد آن چیزی را که بر او میرسد. این سخنی ابن عبدالبر می باشد. و با ذکر نمودن همین مقدار از اثرها و حکمتها نسبت به عمل نمودن به قرآن کریم، حضرت امام قرطبی رحمه الله در اینجا این باب را به اتمام میرساند و باب دیگری را شروع میکند که این هم درباره آن است که قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یعنی قرآن کریم به 7 قرائت نازل شده است و هر کدام از این قرائت ها برای انسان آسانتر و خوبتر بغلطد به همون قرائت بخواند. و این یک باب کلان هست که درباره 7 قرائت قرآن کریم سخن می رود و ان شاء الله تعالی در درس آینده در این موضوع خواهیم سخن گفت. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.